قسمت 8 جاوا اسکریپتیم. ادامه میدیم پس. خب بولیان و بیگینیت و نامبر و استرینگ رو گفتیم. خب تو این بحث یه در مورد undefined، null، object و اینها صحبت کنیم. در ادامه ما میریم آرایه و object رو بگیم خدمتون. آرایه ها رو اینجوری داریم، مثلا یه کانست لیکس مساوی است با بدین شکل. از کروشه استفاده میکنیم، مثلا میذاریم QWE علی چون رضا، مثلا اینه درست میذاریم امیر. خب این آرایه است، میشه یک آرایه. خب حالا آبجکت فرشی، آبجکت رو اینجوری نمایش نمیده. آبجکت ها رو ما با براکت نمایش میده، یعنی می نویسیم اول مثلا اینجا آبجکت کانست وای مساوی است با، خب می نویسیم علی، با دابل کوتیشن علی. حالا اینجا توی این می نویسیم 12. حتی بدیش هر عضوش رو ما به صورت یک کی و یک ولیو نمایش میدیم. نویسیم چی؟ رضا. خب باش، اینجا ما باید حتما کاما بذاریم، نه سمیکالون. اوکی. حالا اصلا اینجا می نویسیم چون age. خب میتونیم مثلا برای یه آبجکتی برای مشخصات می نویسیم first name. خب اینو می نویسی چی؟ می نویسی یک آبجکت. ولی در مورد اینا مفصل حتما تو قسمت بعدی صحبت می‌کنم. خواستم یه نمای کلی، یه شهودی از آرایه آبجکت داشته باشیم. ما حتی empty value هم داریم. empty value یعنی چی؟ مثلا ما میزنیم کانست x مساوی است با این. البته این x رو بذاریم x1. خب وقتی شما مثلا حالا برای اینکه بهتر نمایش داده بشه می‌نویسیم کانست x2، اونم یه چیزی تعریف می‌کنیم، می‌نویسیم object. خب حالا می‌نویسیم document dot write ln x1 plus x2. درسته؟ خب این چی نمایش میده خدمتتون عرض کنم. خب بذار x2 علاوه x1 فکر کنم بهتر باشه. خب برای نمایش یعنی آبجکت بعدش یه چیز خالی، هیچ چیزی نمایش نمیده. ما چیزی میرم undefined. اگر درست نمیشه میتونم مثلا شما میزنید document dot write ln 1. بذارید به جای document dot write از console dot log استفاده کنیم بهتره برای نمایشی. console dot log 1 تقسیم بر 0. 1 تقسیم بر 0. ببینیم چی نمایش. اینسپکت رو میزنیم کنسول، چی نوشت؟ اینفینیتی. خب این یک تصویه تعریف نشده، بخاطر همچین واکنشی رو نشون میده. درسته؟ یا ممکن مثلا ما بنویسیم document dot write ln مثلا s، این متغیری که تعریف نشده. چه اتفاقی میفته؟ اینجا نوشته s is not defined، این تعریف نشده، همون undefined خود.
خب یا حتی اصلا ما میتونیم به خود متغیری که تعریف میکنیم مقدار undefined بدیم. خیلی جالبه. و وقتی که بگیم چاپ کن ببینید چی چاپ میکنه. اینجا یه اشتباه کردم. به جای document.write بزنیم console.log. خب ببینید چی نمیشه توی console.log. اینجا میشه ور سی زدیم ولی چیزی نمایش نه. وقتی undefined باشه چیزی نمایش نیم.